سلام دوستای گلم، امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. امروز اومدیم خونه مامانینا، قراره برامون یه رشته خوشگار خیلی خوشمزه درست کنه. سلام دوستای عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه، همیشه سلامت و شاد باشین. امروز اومدم برای مبینا جون رشته خوشگار درست کنم. مواد مورد نیازش رو به ما میگی لطفا. مواد مورد نیاز: یه لیوان آرد برنج، پیمانه ما لیوان قرار دادیم. 2 تا لیوان آرد گندم باید بریزیم. خب این آرد گندم بیا از این ور باید راحت‌تر. شکر میخوایم، دارچین، گردو، شیر. مامان با شیر درست میکنه، با گلاب. با شیر خوشمزه تر. آره. 2 تا لیوان آرد گندم، 1 لیوان آرد برنج. ولی حس میکنم کلا رشته خوشگار خیلی سخته درست کردنش، واسه همین تا حالا درستش نکردم. نه سخت نیست، ولی خوب تابت باید خیلی خوب باشه، تازه باشه، وگرنه میچسبه همه. آره آفرین. این 3 تا لیوان. خب بعد شیرم باید 3 تا لیوان بریزیم. 3 تا لیوان شیر. ببین شیر رو اون آرد پر میریزیم، شیر رو یه ذره کمتر. آره. به اندازه یه نوک انگشت کمتر. یلا پشت تو چی میخوایی بکنی؟ یه ذره تهش رو بذار نهتش میخوری. خب بعد 2 قاشق هم گلاب میریزیم. خب این مواد رو درست کردی، میتونیم همون لحظه اون چیزش رو درست کنیم؟ اگه بمونه خیلی بهتر میشه. مثلا یه 5-6 ساعتی بمونه تو یخچال خیلی بهتر. جا افتاده میشه. آره خیلی بهتر. این آردشو باید خیلی خوب هم بزنی. شکر نریختی؟ نه شکر اینجا نمیریزیم که اون شکر برای مواد. راست میگه، حواس. آره. بعد این آرد باید 3 بار الگ کنی تمیز. این آب که حل گرفتی، آرد حل گرفتی، بعدا کلا مخلوط کردی الگ کنی 3 بار. که گلولاش همه باید قشنگ له بشه. خب بچه‌ها داریم مخلوطش میکنیم، یعنی من که دارم مخلوطش نمیکنم، مامان داره این کار انجام میده. بعد از صافی ردش کنیم 3 بار. بعد گردو و شکر رو با هم باید مخلوط کنیم. آره گردو و شکر و دارچین اینا باید با هم مخلوط بشه. بعضیشون جوز هندی، بعد مغز هل، اینا هم دوست داریم میتونیم بریزیم. آره بعضی اینجور چیزا هم دوست دارم میتونم بریزیم دیگه، ولی مامان روشش همین. بابا خیلی رشته خوشکار دوست داره. آره. باید از صافی رد کنی. خیلی هم باید با حوصله این کار انجام. آره نباید اینجوری گلوله داشته باشه. خب بچه ها این دور دومه، همینجوری 3 مرحله این کار رو انجام میدیم. مواد رو الک میکنیم که آردش خوب هم بشه. بعد اینکه میخوایم بذاریم 5-6 ساعت استراحت کنه، بیرون باید بذاریم یا تو یخچال؟ نه تو یخچال بذاری بهتره، هوا گرم. نگاه کنید الان خیلی قشنگ صافتر شده چیزش. آره دیگه گلوله نداره. بعد اونو تو ظرفش میریزی، میخوای رشته خوشگار درست کنی، اگه دیدی مثلا خیلی غلیظه میتونی یک کوچولو هم شیر بریزی یا آب. با آب هم درست میکنه. اونم ظرفیه که باش رشته خوشگار درست میکنی. این از بازار گرفتم. آره. بعد اینو توش میریزیم، قشنگ هم میزنیم. اگه دیدیم خیلی غلیظه میتونی یه ذره دیگه شیرم بریزی توش. یه کوچولو میتونی شیر بری، ولی اگه خوب بود که دیگه نمیخواد.
مامان زحمت کشید موادش رو آماده کرد، از صافی هم چند دور رد کرد. حالا روی ظرف یه ظرفی بشقابی چیزی بود روش میذارید، یه چند ساعتی داخل یخچال میذارید تا قشنگ مواد جا بیافته. حالا اندازه گردو و شکر رو میگید. گردو شکر میلیه، مثلا میخوای یه ذره کم شیرین باشه میتونی کمتر بریزی. البته من این گردو و شکر رو تو مولنیکس میریزم که شکرش به دندون نیاد، مثلا پودرتر باشه. اون قشنگ با دارچین و به اندازه مثلا یه قاشق و پر غذاخوری یا یه قاشق و نیم. مثلا این حالتی میشه، مثلا یه لیوان گردو مثلا نصف لیوان چیز باشه. آره یا یه لیوان. نه نصف لیوان. یه لیوان زیاده. بعد دارچین هم یه قاشق و پر غذاخوری. پس میشه 1 پیمانه گردو، نصف پیمانه شکر، دارچین هم که به اندازه قاشق غذاخوری. حالا بستگی داره، کسایی که زیاد دوست ندارن کمتر میزن. آره. خب من اینو ببرم بزنم توی یخچال. خب گردوها رو ریختم، الان شکر بهش اضافه میکنم که شکر اونجا قشنگ خورد بشه که به دندون نیاد. بعد گردوها رو نباید اونقدر ریز خورد کنم، باید یه خورده به دندون بیاد، خیلی خوشمزه تره. منم اونجوری گردو به دندون میاد خیلی دوست دارم. آره اینم دارچینش. یکم حجمش زیاد. آره. خواستم این خوبه این حالت. آره. خب درشت و یه ذره درشت تر باشه بهتر. اینو یه ظرف بیاریم اینجا بریزم. خب توی ظرف خالی میکنیم. اینم یعنی دیگه آماده داریم، فقط مونده یه 5-6 ساعت اون مواد استراحت کنه و بعد درستش کنیم دیگه. بعد یه ذره با دستم خورد میکنم، دون توش میریزم. خب دیگه پس موادش هم خورد کردیم، آماده است. فقط مونده که اون رشتهش رو میخوایم درست کنیم، اون موادش یه 5-6 ساعت باید بمونه. بعد هم اونو درست میکنیم، اینم داخل رشته خشکار میریزیم. ببین گردوش بریزیم که به دندون میاد، خوشمزه تر میشه. آره منم به دندون میاد گردو خیلی دوست دارم. دستم تمیزه، دستم شسته. آره بابا از اول صبح من دارم بشور به صبر. نه اصلا تو خونه اصلا نیازی نیست آدم دستکش مثلا بندازه، به خاطر اینکه دیگه برای خود تو خانواده درست میکنی و این که هر دقیقه آدم دستشو میشوره، اینجوری تمیزتره. این دیگه کارش تمومه. اونم بذار آردش بمونه یخچال 5-6 ساعت و بعد آره درستش میکنیم. موادمون یه چند ساعتی استراحت کرد و به عمل اومد. کف مایتابه رو چرب کردیم. آره با روغن باید چرب کنی که مواد نچسبه بهش، تا به داغ بشه. و بعد مواد رو داخل مایتابه می‌ریزیم. چقدر قشنگ ریخت. و باید بهش زمان بدیم که از حالت خامی در بیاد دیگه. اینم اون گردو، اینم که چند تا مامان درست کرد. از بیرون میگیری موادش خیلی کمه، ما خودمون درست میکنیم خیلی خوبه. پر مواد. آره خیلی خوشمزه. پر مایه. خیلی خوشمزه میشه.
یه مهمان افتخاری هم داریم خاله جون. آره دیانا بیا. سلام بچه ها، حال شما خوب هستن؟ خیلی ممنون، سلامت باشی، انشالله همیشه به خوبی خوشی تن سالم گل خوش داشته باشی با خانواده شما. ببین خواهر عزیزم چی داره؟ هنری داره. من اینجور کارا را مثل سیمین اینجور کارا را بلد نیستم. آخه اینقدر گفتی سیمین دیگه هنرنمایی کرده بفرمایید شما. خیلی عالیه، خیلی قشنگ درست کرد. خواهرم راست میگه، تو بیرون ما میخریم اینجوری نیست، پرمایه نیست. آره ولی اونا یه چیزای قاطی میکنه، ولی این خالی یه خالی خیلی خوب درست کرد. این خوردن مزه ده، جای خیلی جای شما خالی. انشالله دوستای عزیز مبینا جان ما، انشالله بیاین ایران، ما برای شما خواهرم برای شما درست کنم. انشالله. انشالله. دیانا جان تو دوست داری رشته خوشگار؟ آره. ما خیلی خدایی دوست داریم، عاشق رشته خوشگاریه. با چای حال میده واقعا. آره واقعا. اون زمان ما بچه بودیم، کوچولو بودیم، پدرای ما یا مادرای ما مای مبارک رمضان میشد، آخرای مای مبارک رمضان برای ما میخرید. ما اونجوری دیگه عادت کردیم. آره واقعا ما رمضان بیشتر درست میکنیم. آره اونجوری دیگه عادت، مثلا همیشه مای ازدواج کردیم، آخر ماه رمضان میشد مثلا روزی میگرفتیم، ولی به حمید میگفتم حمید روز عید فطر برای ما مثلا چرا مثلا جلوتر میگیریم؟ گفتیم نه ما اونجوری عادت داریم. به یاد همون موقع. آره به یاد همون موقع بابا میگیره رشته خوشگار. آره دیگه. بعد عموم اصلا درست میکرد. رشته خوشگار عموم خیلی قشنگ درست میکرد. الان اینا مواد رشته خوشگار. آره دیگه. آره دیگه خانم خوشگل. آره اینو برای چی میریزی؟ این توشه دیگه، مواد داخل توشه که این نریزی خوشمزه نمیشه. بعضی خود رشته خالی هم دوست دارن. آره اونم میشه درست کرد خالی، ولی من اصلا خالی دوست دارم. ولی این بیشتر خوشمزه. منم خالی دوست دارم. دوست آره داری؟ به خدا خالی دوست دارم. ما اونجوری با ما خدا بیامرز میخرید، هم رشته برای ما میخرید، هم رشته خوشگار، هم خوشگار میخرید. اینجوری بازار میخری هم گرونه هم اصلا خوشمزه نیست اصلا. اونا یه چیزای قاطی میکنه خواهر عزیز، اونا یه چیزای قاطی میکنه. مثلا ما گردو میریزیم، اونا میگن نخود قاطی میکنن. نخود یا باقالی نمیدونم. باقالی یه چیزای قاطی میکنه. آره ولی این نه، این با خیال همه بعد تو اینجا خوردیم ریخت که به دندون بیاد. آره با دست خورد کرد. اونم خیلی خوشمزه میشه. با دست خورد کردم که به دندون. آره اون خیلی خوشمزه میشه موینا. آره خدا. من این چند روزه رشته خوشگار از میگن نخورده بودم، همش به مامانم گفتم من نمیخورم دیگه. چرا خود رشته خوشگار خوبی که عزیزم؟ شیرین بود. شیرین دوست الان داری؟ دیگه شیرینیش رو درست نمیکنه. الان دیگه شیرینیش رو درست نمیکنیم، اینجوری خالی سرخ میکنیم. به خاطر شما دیگه. ای میخوام سرخ کنی. هم داره من اون روز درم مثلا. ولی بابا محمد دوست داره شیرینیش هم باشه. خب شیرین. چون بابا محمد عاشقشه. عاشق شیرینی. خب تو شیرینیشو درست کن، ولی من اون روز قبل اون روزی که من شیرینیشو نمیخوردم برای که دوست دیگه نه دیگه الان میخوام خشک سرخ کنم، اینجوری هم خوشمزه با چایی بخوریم. مبینا اون کتریمونو نیاوردیم، این کتری هم برای ما اشکال گرفتم چون تعدادمون زیاده، ما این کتری میذارم. آره دیگه تعدادمون بیشتر از 10 نفره دیگه مجبوریم این کتری بزرگه، اون کتری زیاد جادار نیست، کوچولویه. تو رو خدا از ما ایراد نگیر. موافقه اگه دلت میخواد شیرین درست کنی شیرین درست کن. من اون روز که نمیخوردم همینطوری نمیخوردم، همینطوری دلش نخواست. باشه عزیزم من اینقدر دوست دارم خام. یه روز اکرم برام 5 تا درست کرد، همه خام خام برای خوردم. آره این داغ بخور دیگه. خب یه دونه بردار بخور. آره این داغ به خدا همه رو خام من خام خیلی دوست دارم. خام با اصلا پخته میشه اینجا. آره قشنگ گاز پخته میشه. خب من تا نخورد. نه تو نخل ما میبینه، برای تو خوب نیست.
اما تو برای شب شما بگی خوبی. شکم خب تو بخور خاله. باشه بگی تو نخوری بودن نه 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 بخور چقدر میگه نرم و تو خوب. با شیرم درست کردم خوشمزه. شیر آب نریختم بخور من نمتانه خیلی خوشمزه قدم آره آره تامر برای شما خونیش چون تو میدن هر چیز نمیخوری برای تو خونیست نه من خوب شده. نه الان باید رو سرخ میکنه آره ما الان سرخش میکنم منم دوست یه ندارم ذره خام بذار دیانا درست بخوایم کنم. سرخ شده بخوری. آره سرخ کنم بعدم مامان این یه دونه رو درست کرد قراره که یه دونه من تست کنم ببینم بلدم این چیزشو درست کنم رشتهشو، ولی بعید میدونم. نه بابا کار نداری روغن باید بزنی اول روغن رو بزنم اول یه رو نه، اونو بگیر تکون بده یکی تکون بده اینجوری. محکم خب دستت نسوزونی فقط تندی نکن فشار بده نمیشه چرا؟ همه گلوله کردن. همه چنشی بجایی نه بالا میشینونی ببینم چی دارم. یه لحظه چی بمون. شد؟ خراب شد من باید یه دونه دیگه درست کنم. چی شد خراب شد. این نداره چی شد خراب شد. اشکالی نداره چی خانم شد بیا خراب شد. آدم تو هر کاری موفق باشه. تکونش بده فشار بده تندی نکن فشار بده بریز فکر کنم بازم زیاد ریختم. ببینم خب بد نیست بد نیست. اولین بار بد تک دستم گرفت. خوبه من بگیرم آره همیشه بازم از خاله. بریم جمع نه کردنش این می‌خوره. نجوش خیلی بیا نجوش خودتونو شد. درست خودتونو درست کن بریم بچه اینو تو این حالا میبینید که اونقدر هم بد نشد. شما خودت وای خیلی بد شد که اشکال نداره هیچ هر بدی چیز باید خراب کنی درست کنی تا یاد بگیری این بردیانا کوچولو بردیانا یه دون دستمان تمیز بده خوبه دیانا برای تو اینقدر دیگه از چی بهتره که خوبه دیگه. آره عالی یعنی یه دون دستمان شما هم منو تایید کنی. اینا تمیز دوباره مامانی. خراب شد بزن روغن تابر قشنگ روغن مالی کن دستت نسوزونی پس مراقب باش عمه جونی وگرنه چی دستت میسوزه بعدم گریه کنی. خب دیگه خام نخوره خب مامان وای. اذیت ماما چی؟ جان. میخوام بخوام شکم آها مردم دیگه مامان بزرگتر شکمشون برم نه دیگه تو چون کوچولی ماما. ریختی آره اینم فکر کنم خب همون. اینم آروم میتونی بگیری گرفتنش هم یاد بگیر دیگه زیاد به دستتو فقط نسوزی یه ذره بذار بپزه ها الان بگیر بعدم خشک میشه زیاد بمونه خشک میشه بعد نمیچسبه بای بای بای. بیا این بر برو دیگه بسته بیا این کار خمیر خودت ما رو خواهر. خراب نکن امیدوارم میدیم کوچولو بشه خواهی را کوچولو درست کنی آره اینم به تو داد. آو من کوچولو بگوره من کوچولو بگوره
دومی بهتر شد. راست میگم مثلا چند تا اینجوری بزنی آها دیگه دستتون راه دستتون میافته. آره کم کم الان یعنی دومین بار در عمرم بود که رشته خوشکار رو درست کردم. بچه اولین بار بود که عمه درستش کرده بگو حمایتش کنید، ایراد نگیرید. حمایتش کنی ایراد نگیری نه. آره. ایراد نگیری. همین تاوه روغن ریختم این سرخش میکنیم و بعد با یه چایی نوش جان میکنیم. دیگه گفتیم که برای شهد و اینا هم درست نکنید. اگه شما دوست داشتید آره میتونید درست کنید. شهد و چجوری درست میکنن؟ اونو شکر رو میریزی، یه ذره آب، یه نصف لیوان آب میریزی، بعد یه ذره دارچین میریزی، اینا رو توش میندازی سری میگیری. یه ذره اون غلیظ بشه بعد. روی شعله گاز میذاری. روی شعله گاز میذاری، جوش میاری، یک کم خیلی کوچولو غلیظ شد، اینا رو یکی یکی توش میندازی میگیری. یا روش میتونی بریزی. همه ولی دوست ندارن اون شیرین من زیاد. گفتم زیاد شیرین نشه. یا شیرین بشه همه دوست ندارن. این هم آموزش رشته خوشکار با دستور مامان. امیدوارم که از این آموزش لذتشو برده باشید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره تا آموزش خدا نگهدار. خدا نگهدار.